خب مسئله سیخت جنی یک کمی بفهمید. این سیخت جنی یک سوالی برای من هست، چرا فقط تو استان ما این جنین همهشون معلولن؟ هر بچه داخل شکم میره یا قلب نداره یا مغز نداره یا قلبش بیرون از سینه قفسه سینه درست شده، چرا فقط اینجا اتفاق میفته؟ از 100 تا بچه انشالله که 90% بچه ها معلول باید سیخت بشن. چون مرتب میپرسن، همین چند شب جلوتری که پرسید سوالی فرستادی بود که بچه سیخت کنن، گفتن چرا؟ گفت چون که سونوگرافی گرفتم پزشکان میگوین که قلب بچه بیرون از قفسه سینه شه و که بدهم بیرون اومده. گفت خیلی خوب بیرون اومده بذار خودش میمیره دیگه، تو چرا باید سیختش کنی؟ وقتی زایمان هم بکنه این قلب اونجا کنده میشه میره. این چه داستانی شروع شده؟ بعد این است که مسئله بعدی، من از خودم نمیگم، از جای شنیده همینا که سونوگرافی میکنن، همین پزشکان میگویند که سونوگرافی فقط 30% بیماری رو تشخیص میدهد. حالا اگر کسی اینجا هست پرستاری پزشکی، حالا حرف من درست یا نه؟ میگه 30% را مشخص میکند، یعنی 70% بیماری با سونوگرافی معلوم نمیشود. وقتی یک اینجوری هست، پس چگونش ما با یک اعتماد سونوگرافی داری بچه رو سیخت میکنی؟ 50% هم نیست، نصف هم نیست، رو 30% حکم صادر نمیشه. مسئله بعدی، این سیختی که میخوام بکنن در هیچ سن سالی سیخت درست نیست، مگر اگر پزشک متخصص مسلمان متعهد تشخیص بده اگر این خانم حامله شد مادر رو میکشد یا بچه 100% معلول هست، قبل از 120 روز میتونه، بعد از 124 ماه بازم جواز ندارد، نمیتونه آن را سیخت بکند. متاسفانه بعضی این شایعه رو کردن، میگن هنوز 4 ماه نشده، هنوز 10 روزیه، هنوز چند وقتیه. در یه حدیثی داخل مسلم داریم، در صحیح مسلم، در باب استمناء کسانی که با دست خود را تسکیر میکنن، اونجا آمده ذالک الوعد الخفی، کسی استمناء میکنه این وعد خفی هست. یعنی چه؟ یعنی زنده به گور کردنی هست. اینا هی ازدواج نکرده، پیش خانم نرفته، به این کار ممنوع هست. پس بچه داخل شکم بره درست بشه با سیختش کنید، اون جرمشی هست. فقط در صورتی که مادر دیوانه باشه یا به طلاق رسیده باشد یا مشکلی داره که مادر یا بچه معلول قطعی هست یا مادر رو میکشد، قبل از 120 روز بعضی جواز داده اند، بعد از 120 روز هیچ کس نمیگه جایز باشه، جایز نیست، این کار انجام ندهید.